وارد فایل مانیجر گوشی شوید. ویک پوشه با نام دلخواه بسازید. تمام فایل هایی که می‌خواهید مخفی شوند به همراه عکس مورد نظر را به این پوشه انتقال دهید. وارد برنامه رار شوید و به پوشه مورد نظر بروید. همه فایل ها را تیک بزنید بجز عکس که می‌خواهید فایل ها پشت آن مخفی شوند. به علامت گذاری ها توجه کنید و طبق علامات عمل کنید. وارد ترموکس شوید و کدها را به ترتیب اجرا کنید. لینک تمام برنامه‌ها و دستورات در کانال تلگرام من.